نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف نهم، فصل سوم، درس دوم، صفحات 27 تا 28 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied 4 sections. شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس گذشته 4 بخش را آموختیم. The first section was Introduction to Unit 3. اولین بخش معرفی فصل سوم بود. The second section was Discussion. دومین بخش بحث یا گفتگو بود. The third section was Conversation. سومین بخش محاوره بود. And the last section was Grammar. و آخرین بخش دستور زبان بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بیاین که کوتاه مرور کنیم کدام موارد در درس امروز ما شما قرار است که بخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we are going to study 2 sections. The first section that we are going to study in today's lesson is vocabulary, and the second section that we are going to study in today's lesson is reading. شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس امروز قرار است 2 بخش را بیاموزیم. اولین بخش ذخیره لغات است و دومین بخش خواندن است که بسیار یک متن جالب و دلچسب. در مورد چی است میدانین؟ برج ایفل. واقعا جالب است. حتما میخوانیم. خب شاگردای عزیز، حتما دیگه کارهای خانگیتان انجام دادین. نام خدا دیگه شاگردای لایق هستین. حتما داخل چک میکنم. قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده بسازین. می‌بینید یک بخیر درس خود شروع کنیم. خب اولین بخش ما شما vocabulary ذخیره لغات است. ببینیم که چی گفته شده. Write each word under a suitable category. دقت کنین شاگردای عزیز به طرف کتابایتان. بر ما شما چی داده شده؟ اول یک جدول داده شده. در این جدول که شما میبینین شاگردای عزیز چند چیز هستن. واحد پولی است شاگردای عزیز، نفوذ کشورها هست شاگردای عزیز، religion مذهب هست، یعنی هر چیز است به اصطلاح عام ما شما جدول است دیگه. بر ما شما چی گفته؟ گفته که کلمات را پایین هر کاتگوری یا هر دسته نوشته کنیم. خب بیاین که چی کنیم؟ نوشته کنیم. خب اول یک بار لغات را براتون مرور میکنم. ببینین دلار، ترکیش، ایشیا، کریستیانیتی، دری، سترلینگز، ساوث امریکا، چینیز، یوروپ، افغانستان، انگلیش، ریال، 1 میلیون، 16 میلیون، پشتو، عربیک، هندو. این چیز شاگردان عزیز از جمله چی است؟ کلمات است. خب بیاین که پایین هر کاتگوری نوشته کنیم. دقت کنین کاتگوری لوکیشن یا موقعیت. دقت کنین در این کاتگوری چی میکنیم؟ موقعیت ها را نوشته میکنیم. مثلا یوروپ اروپا، افغانستان، ایشیا آسیا، استرالیا. درست؟ این چی است؟ این لوکیشن یا موقعیت است. یا در کاتگوری پهلوش population نفوذ. درست؟ 1 میلیون 1 میلیون نفوذ، 16 میلیون population 16 میلیون چی نفوذ. همین رقم دیگه‌اش شما میتونین چی کنین؟ نوشته کنین و ادامه بدین. خب ببینین در کاتگوری یا در دسته‌بندی language یا زبان چی نوشته میکنیم؟ مثلا زبان ها بود نه؟ زبان مثلا دری، عربیک، پشتو. زبان دری، عربی و زبان پشتو. در کاتگوری religion یا دین یا مذهب چی نوشته میکنیم؟ مثلا اسلام، هندو، دین چی؟ دین هندو. مثلا یکی از دین ها یا مذهب های دیگر هم نوشته میکنیم کریستیانیتی. درست؟ اما در کاتگوری یا دسته‌بندی currency واحد پولی کجا رو نوشته میکنیم؟ از امو چی میگیریم؟ از امو کلمات میگیریم. مثلا ریال، یورو. درست؟ واحد پولی یورو. مثلا دلار واحد پولی کجا؟ دلار یا امریکا. خب شاگرد عزیز، کاتگوری ها مشخص شده.
ما چند دانش انجام دادم، بقیه‌اش شما میتونین که انجام بدین. بریم به اکتیویتی بی ببینیم چی گفته شده. خب شاگردان نهایت عزیز دقت کنین به اکتیویتی بی. In pairs کار جورایی است شاگردان عزیز. Think of a country for each of the items in the box. Then compare your work with your partner. گفته شده شاگردان عزیز که به کشور فکر کنین. از امی آیتمز یا از امی چیزایی که ما شما گرفتیم کلمات درست که در باکس بود، در جدول بود، چی میکنین؟ فکر میکنین به کشور. بعد از چی میکنین؟ امی کانتری یا کشورهایی را که شما فکر کردین نوشته کردین به طور مثال همراه دوستتان یا پارتنرتان چی میکنین؟ مقایسه میکنین، درست؟ که کی کدام کشور را انتخاب کرده. خب پیش میریم بخش بعدی ما و شما بخش ریدینگ یا بخش خواندن است. دقت کنین شاگردان عزیز، بسیار یک متن جالب، یک متن دلچسب، یک معلومات مفید در مورد برج ایفل. خب قبل از اینکه درس شروع کنیم ببینیم که چی گفته شده. Answer the following questions then read the passage. سوالات ذیل را پاسخ بدین و بعداً چی کنین؟ درس را بخوانین. همون متن یا عبارت را بخوانین. خب سوالات را میبینیم. Name some of the sites in your city. یک بار شما شاگردان عزیز فکر کنین. بعض جاهای دیدنی چی فکر میکنین؟ جاهای دیدنی در ولایت و شهرتان که شما هستین فکر کنین. یک جای چی زیبا و دیدنی، مثلا بند امیر چه یک جای زیبا و دیدنی است نیست؟ این رقم جاهای دیدنی را فکر کنین و نام بگیرین. سوال دوم. What is the most famous place in your province? مشهورترین موقعیت یا جای در ولایت شما کجا است؟ مشهورترینش کجا است در ولایتتان؟ یک بار فکر کنین. در ولایت که هستید مشهورترین جایش کجا است؟ مثلا در بامیان بند امیر، مثلا چی است؟ بت بامیان مشهور است بسیار، همگی دیدن. یا مثلا منار جام، درست؟ یا مثلا اگر ما دگام مثال بدیم، مثال زیاد است. کشور زیبای ما افغانستان جاهای دیدنی بسیار زیاد داره. در هر منطقه، در هر ولایت ما و شما جاهای دیدنی زیاد داریم. خب چندانیش نام بگیریم. سوال سوم. Name some famous places around the world. خب فعلا دیگه از افغانستان یکم دورتر میریم. اگه جاهای دیدنی رو شما فکر کنین در بسته جهان، یعنی سر تا سر یک کره خاکی فکر کنین. عجایب هفتگانی جهان را حتما که میدانین، میتونین نام بگیرین، درست؟ خب این سوالات بود، من برتان خواندم، معنا کردم و همچنان روشنی برتان انداختم. شما چی میکنین؟ حتما پاسخ میدین. بریم سر اصل موضوع خود. ایفل تاور، برج ایفل. دقت کنین شاگردان نهایت عزیز، من میخوانم شما دیگه متوجه میباشین همتان. The Eiffel Tower in Paris is one of the most popular places in the world. Every year, more than 2 million tourists visit this iron tower. برج ایفل در پاریس یکی از مشهورترین مکانهای جهان است. سالانه بیش از 2 میلیون گردشگر از این برج آهن چی میکنه؟ دیدن میکنه. واقعا زیاد است، سالانه 2 میلیون. It was built in 1889 by a French engineer Gustave Eiffel. It is 300 meter high, which has nearly 108 stories and weighs up to 7,000 tons. جالب است. این برج در سال 1889 توسط یک مهندس فرانسوی به نام گوستاو ایفل ساخته شد. ارتفاع از این برج 300 متر است که نزدیک به 108 طبقه داره و وزن از این چقدر است؟ وزنش 7000 تن هست. It was the tallest building in the world until the Empire State Building was built 40 years later. همین برج بلندترین ساختمان بود تا ای که 40 سال بعد ساختمان امپایر استیت ساخته شد.
When the tower was built, some French men didn't like Eiffel's design and called it an eyesore. زمانی که برج ساخته شد، برخی از مردان فرانسوی از طرح ایفل خوششان نامد و ایره یک چی نامیدن؟ یک منظره زشت، یک چیز زشت نامیدن. همین برج ایفل. They also predicted that it would cost too much and would not be ready in time for the Paris festival. همچنین همین مردم چی کردن؟ پیش بینی کردن که هزینه ازی بسیار زیاد خواهد بود و به موقع به جشنواره پاریس آماده نمیشه. Eiffel knew better. His crew not only finished the work in 21 months but also completed it in time for the festival's opening day. ایفل بهتر میفهمید، بهتر میدانست. گروه یا همین کارگرای ایفل نه تنها که در 21 ماه کار را تمام کردن به پایان رساندن، بلکه آن را به موقع برای روز افتتاحیه جشنواره چی کردن؟ به پایان رساندن. This earned Gustavo Eiffel the nickname Magician of Iron. The Eiffel Tower is now loved by the French citizens and has become the symbol of Paris. ای باعث شد که گوستاو ایفل چی کنه؟ لقب جادوگر آهن را به خود اختصاص بده. برج ایفل اکنون مورد علاقه شهروندان فرانسوی است و به نماد پاریس تبدیل شده. بسیار خوب شاگرد عزیز، این متن بود که خواندیم. بریم به اکتیویتی بعدیش. These sentences are taken from the passage. Match them with the sentences below that have the same meaning. دقت کنین شاگرد عزیز، بر ما شما چی است؟ جملات از خود متن گرفته شده و بر ما شما آدرس داده که در پاراگراف اول، دوم، سوم است و با جملاتی که در پایین است ما شما ارتباط میتیم. ببینین جملات پایین دقت کنین. French people are very proud of the Eiffel Tower. این طرف میبینیم که پاراگراف، البته جمله چهارم با این چی داره؟ معنایش یکسان است. The Eiffel Tower is now loved by French citizens and has become the symbol of Paris. چهارم با چی؟ جمله اول یک معنا را میده، یعنی که مردم فرانسه فعلا چی میکنن؟ افتخار میکنن به برج ایفل و چی هستن؟ خوشحال هستن. دقت کنین دومشه. جمله دوم که دقت کنین، the people who built the tower worked hard and fast. کسایی که همی برج را چی کرد؟ ساختن، بسیار سخت تلاش کردن و بسیار به سرعت کار کردن. ما شما اگر به جملات دقت کنیم میبینیم که جمله دوم ما شما معنیش یکسان است. Eiffel knew better. His crew not only finished the work in 21 months but also completed in time for the festival's opening day. میبینین که معنایش چی است؟ یکسان است. خب شاگرد عزیز، دو دانش شما براتون پیدا کردم، بقیه‌اش شما حتما انجام بدین. خب کس سوال نداره؟ بخیر سوال نیست شاگرد عزیز؟ بسیار خوب، بریم درس امروز خود کوتاه جمع‌بندی کنیم. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز دو بخش را آموختیم. اولین بخش ذخیره لغات بود و دومین بخش ریدینگ یا خواندن بود که ما شما یک متن بسیار جالب در مورد برج ایفل یا ایفل تاور خواندیم و یاد گرفتیم. بریم بخیر به طرف کارهای خانگی. نوشته کنین homework، کارخانگی. Write the reading passage of page 28. Write the reading passage of page 28. متنی که ما شما در صفحه 28 در بخش خواندن خواندیم، در بخش ریدینگ یا خواندن خواندیم، امروز در کتابچه‌تون نوشته میکنین. بسیار خوب شاگرد عزیزی، بود درس امروز ما شما. خدا کنه درس امروز یاد گرفته باشیم. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما رو به الله یکتا و به همتا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.